عامل‌های بلند برداشتن حاصلنوکی و رویاندن حاصل خوش‌صفت در قطار دیگر چاره‌های اگرotexنیکی این حمایه زراعت‌ها از کسلی و حشرات‌های ضرررسان میباشد. در برابر دیگر زراعت‌ها کارتوشکا نیز به خود کسلی و ضرررسان حشرات‌های ضرررسان خاص خود را دارد. زیاده از 60% خود همین برانگیزندگان کسلی و حشرات‌های ضرررسان در خود خاک زمستان را میگذرانند. پیش از آن که باید ما کشت بگذرانیم حتما باید زهرآلود کردن تخمی کارتوشکای تخمی پیش از کش می باشد. این یکی از عامل‌های پیشگیری نمودن من همون ضرر آوری خود حشرات من همون ابیکت‌های ضرررسان از من همون کسلی و ضرررسان‌ها می باشد. پیش از همه من همین زهرآلود کردن تخمی یکی از راه‌های از همه بهترین و آسان‌ترینش این با مایع بارودوسی، یعنی زهرآلود کردن 1% تخمی، یعنی 100 گرم آهک 100 گرم دهنی فرنگ در 10 لیتر آب آمیخته کرده می شود و خودی همه آب آهک به درون من دهنی فرنگ آهسته آهسته ریخته تیار می شود. محلولی در 10 لیتر آب محلولی 1%. من امروز روز می بینم من با دامه همراه کردیم. باز وقتی که کارتوشکا را بریدم برای زخم‌های همون را پوشاندم با خودی همون دهنی فرنگو خاکستر یک جا کرده ما همین آمیخته کردیم که چون که در نتیجه بریدن ما میتوانیم که من هم زخم هایی که هستند آینده برای منبع من هم پیدا شوی و زیاد شوی و افزایش همین خودی حشرات ها و برانگیزنده های کسلی در خاک میگردد. برای همین یکی از عامل های بهترینش من همین زهرآلود کردم با من همین دهنی فرنگ و من هم خاکستر یک جا کرده شده است که امروز ما همین در کشتی بر وقتی در اینجا مثال بر دهقانان نشان دادیم.